سروران عزیز و بزرگوار، رسول معظم اسلام میفرمایند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست در هر گوشه‌ای که میخواه باشه و در هر جایی که میخواه باشه. بنان برای مسلمان مسائل جغرافیایی مطرح نیست، برای من و تو این مطرح نیه که مسلمان کجاییه، مسلمان به کجا زندگی میکنه. امروز مظلومیت برادران من و تو در سوریه، آن حکام استبدادی و حکام استکباری و طاغوت‌های وقت و زمان که رئیس جمهور سوریه بشار اسد ظالم بیش از 2000 مسلمان را در طی این روزها شهید کرده. او آوارگی مسلمانان سوریه اونها آوارگی من و توست. او شهید شدنها و مجروح شدنها و غم و اندویی که در مقابل برادران سوریه من و تو رخ داده، او غم من و تو هست. بنان اسلام مسائل جغرافیایی را نمیبینه، مسائل دین. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. او حاکم ظالم و مستبد دیگر رئیس جمهور تاجیکستان اگر نوجوان مسلمان را از خانه خدا منع شده، اگر نوجوان غمی داره، مشکلاتی داره، مصائبی برایش رسیده، غم او جوان تاجیکستانی و نوجوانش غم من و تو ای مسلمان. اگر امروز ناتو در لیبیا مسلمانان را زیر بمباردها قرار داده و مسلمانها را بیرحمان شهید میکنه، او غم لیبیایی غم من و توست. همچنین مسئله یمن، مسائل کشورهای دیگر در هر گوشه از دنیا وقتی برای مسلمان غمی میرسد، او غم من و توست. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست.